سرخط خبرها 13000 زاده آسیای مرکزی از طرف روسیه در اوکراین می جنگند. یک خواننده مکتب در دوشنبه دختری را از مرگ نجات داد و خوشحالی وکیلان دومای روسیه از رانده شدن شمار زیادی مهاجران. روز بخیر بیننده گرامی، برنامه نویدی بامدادی را امروز 21 اپریل با چند خبر از تاجیکستان و بیرون از آن پیشنهاد شما میکنیم. امیدوارم خوبید و برای چند دقیقه دیگر ما را همراهی خواهید کرد. یک نهاد اوکراینی میگوید که قریب 13000 شهروند دولت‌های آسیای مرکزی در صف ارتش روسیه در اوکراین می‌جنگند. لایحه زیستن می‌خواهم که از جانب دولت اوکراین دستگیری می‌شود، نام قریب 13000 شهروند آسیای مرکزی را معین کرده است که برای شرکت در جنگ اوکراین با وزارت دفاع روسیه شرطنامه بستند. بخشی از آنها کشته شدند، برخی دیگر در جنگ روسیه با اوکراین شرکت کردند یا عین زمان در آن شرکت می‌کنند. ازبکستان از روی شماره افراد معین شده همان پیش صف است. این شماره 4853 نفر را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان با 3407 نفر در جای دوم است. از قزاقستان 2389 نفر شناسایی شدند. قرقیزستان با 1439 شهروند معین شده در جای چهارم است. از ترکمنستان بنابر این طرح 578 نفر از طرف روسیه در اوکراین می‌جنگند. طرح زیستن می‌خواهم بهار و تابستان سال 2025 نیز چنین فهرستی را نشر کرده بود. آن وقت نام 5740 نفر معین شده بود. در این بین شماره اشتراکچیان معین شده بیش از 2 برابر افزوده است. در دوشنبه یک جوان دختری که قصد جان خویش کرده خود را به دریا پرتافته است نجات داده شد. روز 19 اپریل یک خواننده صنف 11 شهر لحظه به دریای دوشنبه افتیدن دختری را دیده به کمک او شتافته است. بنا به اطلاع پلیس، نورز خواننده مکتبی رقم 40 پایتخت بوده توانسته است سری وقت دختر را از آب بیرون آورد و به او یاری اولیه رساند. به گفته مقامات سبب قصد جان خود کردن دختر مناقشه عائلوی بوده است. نظر خود او و نزدیکانش به ما معلوم نیست. حالا این زن جوان تحت نظارت پزشکان قرار دارد. به اطلاع پلیس دوشنبه مکتب بچه نجات بخش رحمت الله مردیکتویف برای این کارنمای خود با تحفه ها قدردانی شده است. وکیلان دومای دولتی روسیه از اینکه شمار زیادی مهاجران از این کشور رانده شدند اظهار قناعتمندی کردند. ویچسلاو ولودین رئیس پالاتای پایانی پارلمان روسیه این را نتیجه قبول قاعده و قرارهای نو در سمت مهاجرت خوانده ستایش کرده است. به گفته وی تنها در ماه مارس از قلمرو روسیه 14000 مهاجر رانده شده است. در مجموع دوام یک سال اخیر روسیه 72000 نفر مهاجر را دپورت یا اخراج کرده است. رئیس دومای دولتی گفته است این نتیجه قرار است که به پلیس روسیه حق داد به حکم دادگاه مهاجران را اخراج کند. ولودین هشدار داده است که این هنوز پایان کار نیست و قانون و قاعده های مهاجرت باز سخت‌تر خواهد شد. پارلمان روسیه با قبول 6 طرح دیگری قانون آمادگی می‌گیرند که به گفته وکیلان با تصویب آن نظارت به کار و زندگی مهاجران سخت‌تر می‌شود. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی و جامعه شهروندی از افزایش فشارهای بی‌سابقه در روسیه اظهار نگرانی می‌کنند. بسیاری از مهاجران تاجیک نیز می‌گویند زندگی و کار در این کشور هر روز مشکل‌تر می‌شود. در این لحظه برنامه گزارش داریم از ختلان درباره بازسازی قلعه بلجوان که آن را قلعه بک هم می‌نامند. در بلندی در مرکز ناحیه بلجوان در ساحل راست دریای سرخاب جایگیر است. بنا به کتاب‌های تاریخی میران بلجوان در عصرهای 16-19 در همین قلعه می‌زیستند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. قلعه بلجوان اینجا آخر عصر 19 و اول عصر 20 بکیگری بلجوان یک حدود معموری امارت بخارا بود. این قلعه زمان شوروی خراب شده بود. آن را دوباره بازسازی کردند و سال 2025 از سوی پرزیدنت افتتاح شد. بازسازی آن سال 2019 آغاز شده بود. از این 17 میلیونش جلب سرکانی و 6 میلیون زیادترش باشد از حسابی بودجه محلی. این بینای تاریخی با کمک کنده‌کاران و هنرمندان از سوخت ازبکستان بازسازی شده است. مقامات در بلجوان گفتند که قلعه با طرح قلعه قدیمی ساخته شده است.
قلعه که شورشگران در 140 سال پیش با رهبری واسع به آن حمله کرده بودند. حالا آن را دوباره احیا کردند تا آثار گذشته حفظ شود. ساختمانچیان را یا که دیگران که کارهای کندکاری بود در اونجا، پاشینکاری بود دیگر، از ولایت سوخت، از جمهوری ازبکستان بینه که در یک سطح صفت خوب است. این موضع را سالها قلعه بکی بلجوان می نامیدند که در کنار رود سرخاب بلندی در حدود این ناحیه جای دارد. اینجا از عصر 16 تا اول عصر 20 بکیگری بلجوان عمل میکرد. یک نوع ولایت نیمه مستقل در امارت بخارا. برنامه را با یک خبر دیگر پی میگیریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که اگر ایران از مذاکره خودداری کند با مشکلات روبرو می شود که پیشتر هرگز ندیده بود. این اظهارات پس از آن صدا داد که محمد باقر قلیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مذاکره زیر سایه تهدید را نمیپذیرد. ترامپ بعد از ظهر روز دوشنبه در واکنش به این سخنان قلیباف هشدار داد که اگر تهران از مذاکره دست کشد با عاقبت‌های سنگین روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است که اگر توافق با ایران حاصل نشود، حمله‌های نوی هوایی به پول و نیروگاه‌های این کشور آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ مهلت آخرین آتش بس را تا غروب روز چهارشنبه اعلام کرد. حالا بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی را برای 21 اپریل فرا می‌گیرد. 21 اپریل سال 1929 در دهه هایت ولایت غرب تاجیکستان شوروی سه معلمه جوانی که در مکتب‌های نوساخت شوروی سواد می‌آموزانیدند برای دستگیری حکومت شوروی به قتل رسانیده شدند. سندهای رسمی میگویند که کشتار معلمه‌ها اولنبی، سیرنبی و چلبیبی ختم کرده های کورس یک ساله محو بیسوادی از جانب دسته فوزایل مخصوم انجام شده است که از ناراضیان حکومت شوروی بود و برای مقاومت با حکومت کمونیستی از افغانستان به غرب گذشته بود. قتل معلمه های هایت را حکومت شوروی چون رمزی وحشانیت طرفداران امارت یادآوری میشد. 21 اپریل سال 1936 در شهر کولوب تئاتر مسحکه و موسیقی تأسیس شد که بعداً با آن نام شاعر سعید علی ولیزاده گذاشته شد. این درگاه هنر و فرهنگ در برابر تشکیل کنسرت و هنرنمایی‌های گوناگون نمایشنامه‌های کسبی مثل اسپکتاکل دوخونده از روی اثر استاد صدرالدین عینی را به صحنه گذاشته است. 21 اپریل سال 2015 در 49 سالگی کارگردان معروف و یکی از پرمحصولترین فیلمسازان تاجیک بختیار خداینظرов درگذشت. ختم کرده دانشکده کینماتوگرافی شوروی در مسکو با فیلم برتن نامدار شد. با شیوه نو و غیر عنعنوی و تخیلی فیلم میساخت. فیلم قاش به قاشش سال 1993 در جشنواره ونیتسیا جایزه شیر نقره را برد. پدری مهتابی از معروفترین فیلم‌های ساخته خداینظرов است که چندین جایزه بین‌المللی گرفته است. و در پایان برنامه رو می‌آوریم به قرب اسعار. شبانه روزی اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش $100 آمریکایی باز پایین رفته به 937 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی 124 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق می‌کند و برای امروز چنین تعیین شده است. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان را زیر این برنامه به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.